درود دوستان، شما در کانال مجری تاجیکی قرار دارید. صحبت میکنیم در اطراف جنگ حمزه چیمایف و شان استریکلند. خاطررسان میکنم که حمزه چیمایف از چچنستان که در امارات عرب زندگی میکند قهرمانی لیگ یو اف سی بود و داوطلب باشد شان استریکلند از امریکا و با نزدیکی اونا جنگ کردند و متاسفانه حمزه چیمایف باخت، مغلوب شد و شان استریکلند قهرمانی لیگ یو اف سی شد و این یکمین مغلوب شدنی حمزه چیمایف بود و در اطراف این جنگ خیلی اوضاع ها هم هستند که حمزه چیمایف هم خودش گفت که من وزنم رو کم کردن نتونستم و به حرکت بودم. برای من این خیلی مشکل بود و من حتی خواستم که همین جنگ رو رد کنم، یک روز ماندگی، و چون که به حرکت بودم نمیتونستم جنگ کنم و به هر حال من راضی شدم و از این سبب من باختم. و دیگران میگویند که حمزه چیمایف همین جنگ رو فروخت با شان استریکلند با مبلغی کلان و من سوم اوضاع رو شنیدم که در یوتیوب کانالی تومسو عبدالرحمانوف، این یک چچن تباری از در اروپا زندگی میکند و بلاگری چچن تبار است و او در کانال خودش، در یوتیوب کانال خودش، شما میتونید این رو تماشا کنید. در اونجا تومسو عبدالرحمانوف درباره حمزه چیمایف نویسید و پیدا میشود و تومسو عبدالرحمانوف گفت که در همون کانال خودش، من دیروز اینو گوش کردم، گفت که دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری روسیه با ولادیمیر پوتین زنگ میزند و میگوید که حمزه چیمایف در این جنگ باید مغلوب شود، قهرمان باید از امریکا شود، شان استریکلند، و اگر همین خیلی هم شود من با زلنسکی زنگ میزنم که پهپادهای خود رو، راکت‌های خود رو به سمت کرمل نفرستد. چون که این جنگ پیش از 9 می بود. 9 می روزی غلبه، روزی عید غلبه است، روزی غلبه جنگ بزرگی وطنی است و هر سال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در میدان سرخ در کرمل این عید رو جشن میگیرد با مهمانانش و با آدمایی که اونجا میان و با سربازانش و ولادیمیر پوتین راضی شد که خب من این کار رو تشکیل میکنم و دونالد ترامپ با زلنسکی با پرزیدنت اوکراین زنگ زد و گفت که روزی نهم با طرفی و سمت روسیه تو باید که پهپاد نفرستی، راکت نپرتایی. زلنسکی گفت خب. روزی آتش بس اعلان کردن و ولادیمیر پوتین باشد با رمزان قادیروف زنگ زد و با او سپارش داد که حمزه چیمایف باید که این مبارزه رو در این مبارزه مغلوب شود. رمزان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان با حمزه چیمایف زنگ زده گفت تو باید در این مبارزه، در این جنگ مغلوب شوی و حمزه چیمایف مجبور شد که راضی شود و از همین سبب حمزه چیمایف مغلوب شد. این یکمین بار مغلوب شدن حمزه چیمایف بود و شان استریکلند امریکایی قهرمان شد. دوستان، این سخن‌های تومسو عبدالرحمانوف است که او چچن تبار است و بلاگر است و در اروپا زندگی میکند. شما میتونید این رو در یوتیوب کانال او تماشا کنید و فکرتان رو در همین باره نویسید که همین راست هست یا نه. همین یو اف سی، همین جنگ های بدون قاعده ام الان با پالیتیکا دوچار شدند یا نه؟ در اینجا پالیتیکا هست یا نه؟ چون که بسیار اوضاع ها هستند و به نزدیکی 11 یا 14 ایون در امریکا در کاخ سفید همین شرکت یو اف سی محاربه برگزار میکند و دونالد ترامپ اونجا مهمان است. این در کاخ سفید است، در همون جایی که دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا کار میکند و در اونجا یو اف سی محاربه برگزار میکند و دونالد ترامپ این رو در اونجا تماشا میکند. و دوستان، این هم یک به فکر من که این هم یک همون خاراکتری پلیتیکایی دارد، با پلیتیکا خوش میشود، بگم میشود. فکر من همین است، نمیدونم راست است همین گپ یا نه، چون که شما فکرتون رو نویسید. دونالد ترامپ با پوتین زنگ زده است، پوتین با رمزان قادیروف زنگ زده است و رمزان قادیروف با حمزه چیمایف زنگ زده است که تو باید مغلوب شوی. نمیدونم با چی قدر این راست هست، من نمیدونم راستی دوستان. و در یوتیوب حاضر همین اوضاع ها هستند و حمزه چیمایف فکری خودش رو در این سبب گفتگی نیست. او فقط گفت که من وزنم رو کردن نتونستم و از همین سبب همین در همین جنگ مغلوب شدم. دوستان،
خیلی خبر جالب است که تا چی درجه پلیتیکا با همین MMA خوش شده است و در اینجا هم ما میبینیم که آدمان از بالا سپارش میتیهند که کدام کی قهرمان شود و کی نه. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد تا امید دیدار.